من یه ویدیویی دیدم چند وقت پیش که توسط یک بانوی محترم انگلیسی زبان اجرا شد و این ویدیو انقدر در من تاثیر عمیقی داشت که به فکرم رسید به عنوان عیدی برای سال جدید این ویدیو رو با احترام به کسی که اولین بار ایده همچین ویدیویی رو داشت دوباره بازسازی کنم و تقدیمتون کنم. درس جالبی که توی این ویدیو بود این بود. میگفت فرض کنید که این لیوان ما هستیم و آبی که در این لیوان هست زندگیه که به ما ارزانی داشته شده. همونطوری که میبینید همه چیز شفاف، زلال و تمیزه. در طول زندگی البته خب طبیعتاً زندگی ما دستخوش تغییراتی میشه. شیرینی هایی به زندگیمون اضافه میشه. بعضی وقتا شوری هایی به زندگیمون اضافه میشه. بعضی وقتا ترشی ها، تلخی ها و تندی هایی به زندگی ما اضافه میشه. و وقتی که با زندگی ما مخلوط میشه زندگی ما رو به حالتی شبیه این در میاره. همونطور که میبینید دیگه شفاف نیست، زلال نیست، تمیز نیست. این وضعیت از یه جایی به بعد ما رو به ناامیدی و غصه میرسونه، به حسرت میرسونه و ما به فکر میافتیم که باید به حال زندگیمون یه فکری بکنیم. با این وضعیت که نمیشه ادامه داد. بنابراین تلاش میکنیم که زندگیمون رو از آلاینده ها پاک بکنیم. بذاریم ببینیم میشه. من سعی میکنم تمام اون چیزهایی که به زندگی خودم اضافه شده اینها رو از بطن زندگی خودم جدا کنم. نمیدونم موفق میشم یا نه. ظاهرا تغییری اتفاق نمیفته. پس کار بیهوده ایه. هر چقدر تلاش کنم نمیتونم به این وسیله زندگی خودم رو پاک بکنم. پس راهش چیه؟ این خانم در ویدیوی جذاب خودشون این راهو پیشنهاد کردن. اگر ما به زندگیمون به جای اینکه سعی کنیم آلاینده هاش رو ازش در بیاریم، سعی کنیم چیزهای اضافه کنیم، مثل آبی که الان من به این لیوان اضافه میکنم و اجازه بدیم که سرریز بشه. شاید امیدی باشه. میبینین کم کم شفافیت آب دوباره داره بهش برمیگرده. دوباره شفاف و تمیز شد مثل روز اول. به نظر شما چیزهایی که ما میتونیم به زندگیمون اضافه کنیم و زندگیمون رو به همون حالت زلال و شفاف و تمیز قبلش در بیاریم چه چیزهایی است؟ پاسخش رو به خود شما میسپارم. عیدتون مبارک باشه. سال خوبی رو براتون آرزو